برای خواستی یه 40 تومونی ورد و بیار، شاید برات یه کاری کردم. آخه چقدر بدم؟ مدیه پول ندارم. من چاکنی چقدر در میاد؟ خب این اون بالا همش نمیخوای؟ برو پیش خود عبدالکریم، برو وقتم نگیر. چند دفعه بگم که پولی در کار نیست، زبون از ما نگیر، برو پیکاره. کجا برم؟ پولم پیش شما. حرف مفت نزن، حرفمو بود که گفتم و سلام. تاتی گفتم که اینجا بمونی، حرف همینه. این که نمیشه حاجی، پولم خوردی زورم میگی؟ هر دفعه ما اومدم خدمت حاجی تو درید کوش سبز بودی. حاج عبدالس میگوید زاید چرا مزاحم کسب مردم میشوی؟ ما پولمو میخوام، اینا منو چاپیدن زورم میگن. تا دندتم نمشه، رو هر قلتی میخوای بکن. ای اوس محمود خالو، بیا از این بازار بندازش بیرون. برامو تو این بازار آبرون نذاشته. ما هر وقت میام اینجا تو هم این برادر زده تا این صدا میکنی؟ ما از شما چی میخوام؟ پولمو میخوام. چه پولی؟ بیا برو، باز که تو اومدی چی میخوای پاپتی؟ گفتم از این بازار بندازش بیرون. چل باشی، باز این صحرای بنده خدا آمده برای پوله. به این حسین قبچی بگو بیا کمکت کنه بندازش بیرون. ما کسافتم که بندازینم بیرون. رای حرف غلط میزنین. حرف غلط تو میزنی که پول میخوای. تنگسیرا چاد مای ساده دلی هستن، خدا به دادشون برسه. یالا خلوت کن ببینم، از اینجا برو ببینم. برو لعنت بر شیطان کن، برو جنم. یالا دیگه برو. زایر این چه کاریه که تو هر رو از سر میگی؟ بیا برو دیگه قربتی خدا روزی جای دیگه. تو اصلا پولی طلب نداری، با گردن کرفتی میخوای از مردم پول بگیری؟ خانم محلش هزار. ای خدا به کمرت بزنه که دروغ میگی. تو هم لنگه خالوتی. تو خودت با چشای کورت ندیدی که 1000 تا سکه حساب قرانی تو محضر شیخ ابوتراب براز جونی ریختم تو کیسه خالوت؟ زایر برو پیش شیخ ابوتراب، او باز کارتو درست کنه. پیش اونم رفتم، بیرونم میکنه، جوابم نمیده. اون گندرجب دلالم به میخنده، مسخرم میکنه. کل باشی اینا آبرو منو توی بندر بردن. اون منو میفرسته پیش این منو میفرسته پیش اون، هر کدوم یه چیزی میگن. هی اومدم هی رفتم، هر کاری کردم حاضر نشدن یه پاپاسی بهم بدن. حاضر شدم 1000 تومن به 300 تومن سول کنم، نشد. گفتم اصل و فر روزی 2 گرم بهم بدین تا تموم بشه، ندادن. تا الان 60 تومن به علی کچل وکیل دادم، کارم درست نشده. تازه میگه 40 تومن دیگه بردار بیا کارو درست کنم. اونم هی منو میچاپه. حالا هم که اصلا زدن زیرش. اون خونه هم که گرو داشتم به جز پیش من قبلا 10 جدی هم گرو بوده که همین شیخ ابوتراب دست اندر کارش بوده و به ما چیزی نگفته. کاغذ دروغکی برام ساخته. آخه این چه شهریه؟ حاکمش دزده، وکیلش دزده، سیدش دزده. پول آدمو میخورن، بعد دست به دست هم میدن، آدمو تو مردم خواب کنن. آخه چرا؟ بیا بریم زایر. بیا بریم. زایر معامله و کسب و تجارت یک سرش نفع، 100 سرش ضرر. اگر بنا بود همه معاملات نفع کنن که کسی ورشکست نمیشد، تو بی خود میای و میروی و وقت خودتو حاج عبدالکریم رو تلف میکنی. برو به کار و زندگیت برس. حاج عبدالکریم دروغ نمیگویه، او هیچ وقت پول کسی نخورده. رو پیکارت، رو پیکارت. پول دادی به معامله، اقبال نداشتی، سوخ شده. نه سوخ نشده، خورده شده. خود گندرجب میگفت هر ماه یه چیزی روش میاد. نگاه کن کل جنس بزازی تو دکونشه و پولمو نمیده. تا چشم بخیلش کورشه. اصلا برو پارو به خراسان بردار. خودت ریشخند مردم نکن و از کار و زندگی ننداز. رو پیکارت. بیا بریم زایر. بیا.